خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از چنل بچه سمنان. امیدوارم که روز خوبی براتون بوده باشه. سمنانی هم هو به آب میگم او. بریم ببینیم امروز سامایه برامون که ویدیوهایی آماده کرده. ولی خب مثل این که تیتر اصلی گندگویه. ببینیم گندگوهای منطقه سوشال مدیا چه کار کردن. یه مقدار گندگویی کردن انگار. دایی منو اینجوری نگاه نکن، این قدم رو لباس نشون نمیده. خب با هم میریم اولین ویدیو رو ببینیم. اوه این خیلی قدیمیه. کافگم مشکل برای پیش آمده. کافگم از سر خورد و لک و لور که پرچمشون همیشه بالاست. ولی خب بلند پروازی کرد، بالاشو قیچی کرد. نه این خیلی قدیمی بود، خیلی قدیمی بود. من واسه اینکه دشمنامو نابود کنن نه از زندان میرسن نه از اعدام. من از پلنگ حکمت آقای اسقر پلنگ خدایی خیلی خوبه. من هر سری میبینم حال میکنم. اصلا دوست دارم این از نزدیک ببینم. خب باید صحبت کنم. خیلی حال میده. اسقر پلنگ، من اسقر پلنگم، من لغوانیمه. ویدیو بعدی رو ببینیم. آقایان عزیزان، من سعید اسرائیلی لات شهرستان آسان سعید خونشام آسان زندگی میکنم. تعصب هر چی لاتا میکشم داریم تعصب کشم به جز تعصب چیز دیگه هم بیاد میکشم. تو گروه سعید اسرائیلی لایک هم کنم. میگه با لایک کردن میشه به تو پیوندید. والا با لایک کردن نمیشه به تو پیوندید. ولی خب از اونایی که بچلونن ها. ویدیو بعدی رو تماشا کنیم. آقا خیلی چاکریم. من رو داداش حال کرکسا ایران از این گرفتیم که همین امشب یه رینگ قانونی اجاره کنیم و تن به تن با هم دیگه جنگ کنیم. این چرا تو همه ویدیوش لخته؟ با هم دیگه کل کل نکنیم. امشب به همتون ثابت میشه تو لایو. امشب ساعت آقا دقت کردین چقدر پوستش سفیده؟ تتو روش نشسته. 12 شب لایو میذاریم بهتون ثابت میشه محال کم یا این به قول خودش عقابه یا کلاش. یه خورده هم پا بزن. عقاب کل کره زمین منم. آقا عقاب اینه دیگه. پرونده لاتی بسته شد. بریم ویدیو بعدی رو ببینیم. آقا این تمام اعتقادات من به اون جاهلای قدیمایی اصلا تغییر داد. سبک اصلا فرمت مغزم این تغییر داد. نه به اون سیبیل، نه به اون دکاپوز. من اگه سیبیلا اعتراض داشتم الان سمنان رو بسته بودم. سر چهار جهادیه اینجوری قمه رو میکویدم رو زمین، میگفتم آی مردم بیاین هندونه میخوام قاچ کنم. بریم ویدیو بعدی. مجددا عقاب ایران. دل شیر میخواد. شما هم اینقدر سرکر نکنید انگاری آقا دادا واسیا هم واسیا. اینا دوتایی رو هم یه آدم درستن. خدا به شناسنامه لاتی یابران مبارک آزادی.
خدا حافظ شناسنامه لاتی ها بران. داداش چرا شلوار لیز یا شلوار کردی پوشیدی؟ ولی خدا وکیلی سیسشو داره نکن. باید دارم 13 رو در بیارم، 13 رو باید بکشم بیرون، اینجوری فایده نداره. خب میریم ویدیوهای بعدی. هنوزم پیام تو میگه گوگلی این وسط چه میکنه؟ سامیای ببینم. داستان آخرین نفری که خواست گوگل رو ببینه شنیدی؟ دیش کرد تو خودش. دیش کرد؟ چی؟ دوباره؟ دیش کرد تو خودش. دیش کرد تو خودش؟ دیش کرد. خواست منو ببینه. هر روز فکر میکرد که کسی که الان داره نگاه میکنه از نزدیک جذابه براش. تو روم وایستاد خودشو خراب کرد. تو از دورم جذابی بمونه. میخوای بهت بگم چجوری؟ نه اصلا خوشم نیاد. این چه ویدیوهاییه من بعد لال شدم. ایران برم، بزرگ ایران برم، جنگی برم، شما ایران کنید که اوقابو با تناب میگیرن، منو با تیر میگیرن. اوقابو با تناب میگیرن، منو با تیر میگیرن میگه. راست نیستی، پارت میکنم. این از اونایی که بگیره پاره میکنه. حقا نباشین. بریم شمیرزاد. ویدیو بعدی رو با هم ببینیم. انتقام تتوه یا اینکه ایزوگام کردی گردنو. خیلی برای اتاق عقب نیستان خیلی این سایز بزرگه. انتقام داشت تو زدی به خودت. انتقام چیه؟ زدی قاچ دادی خودت نشستی. ویدیو بعدی رو ببینیم. علی جونم تا حالا آدم زدی؟ زیاد زدم ولی رو در رو زدم. آره دایی. آره دایی. آقا این پسره رو دیدین؟ این اصلا کلا آره داییه. آره دایی. میگه آدم تو رو زده، میگه آره دایی. میگه داشت دست و دماغت میکنی، آره دایی. پستونک میخوری، آره دایی. این کلا آره داییه. کامنت ها خوندن داره. آقا اینو ببینیم. من این کامنت ها رو هم خوندم، خیلی باحال بود. یه بار دیگه ببینید از اول. یه کامنت گذاشته بود داداش مراقب باش خودت نزنی. یعنی چی حرکت؟ برو جان مادرت بابا. اصلا خوشم نیومد. مرسی که تا اینجا ویدیو ما رو همراهی کردین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.